بیا گیپک بیا که بخیره این شهر هم مال کسی بی هم نمیچله. میبینی هر کار میکنی بر دری میزنی که پول مولی پیدا کنی که شون به خونه بری نمازدگر به خونه بری بابا قلمقله و جنجال چیزی نکنه بازم نمیشه. ما خوب از موتر دراز نکشید اومده که نه ما موتر نشکشی تا پول بدم 5 آخران دادم. خب میگم خوب برین چی جواب دی مناله؟ میگم بابا هموک زن نمیگه که یک فکر کاری شغلی با ما بشه که برین کار کنی پول پیدا کنی به گده هم کسی پول میره. نه خب همی گپه کی جرأت کنه رو به طرف خونه بره؟ نه و تو جلوشون ما به دنبالتون میام اگه بابا دیدی اعصاب خراب بود با ما وقت تبکی برسون که ما پوکه بدن دنبالتون. من سدیل جنجال ندارم گیپک. خب ما چکار کنم؟ خود اگه غم تو رم ما بخورم غم مرکی بخوره بیا. گیپکو بله بیخی اوجا کشمیشی براره میبینی حالی بعضی از همین مردم بیخیر شدن که با ما تو نه خیراتی نه زکاتی هیچی نمیدن. جواب بابار کی بده؟ نه آنی بابایم بیم بابیدو جواب بابار کی بده؟ خدا خیر کش امروز تا وقت آماده بیا آمدیم مثل دیگه که امرو بابا. کاروبار بچش خوب جور بیره مثل که پول مولی خوب بگیر شما بیا آماده وقت حرکت کنیم آماده. آفرین 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 آفرین. وقتی که میبینیم کار کسی بیا شما خوبه به می وقتی نیاییم بشینیم تا آزان شم تاریک شوه خزیم بیاییم. حالی که هنوز وقت نمالم ساعت چند بجه حالی 1 بجه روز شده. خیلی تشکر وزیر راهنمایی شما. گردن رو من از 7 بجه صبح برفتیم تا 1 بجه 15 روپیه کار کردیم. کجیر بله گیپک راست میگه؟ ها بابا باور بکنین که این وزیر موتر دراز کشید و راهنما مرتکب زدبش کسون که خیر خیراتی سرسایی روزی هر مرگ خاک دارم برای ما بدم. خود نمیدم بابا چه کار کنیم؟ ما به شما یاد ندادم. یاد داری؟ بردون پر شما نگفتم. بگفتم. وقتی که مرتکب میبینیم که زمرا تیر میشه فقط همی تا کورتیر بگیریم یلا نکنیم تا پول به شما نمیده وقتا یلا نکنیم. خب آخه شما نماییم شو. بابا نمیدم چه کار کنیم؟ ایشته نمیدم همین مردم هم میره گدایی میکنه تا به شما 5 ساعت پیدا میکنه شما نمیتونی. خب ما که وزیر موتر خود دراز کشید و وزیر دیگه چی؟ کاش که مو تایر موتر بالا تو تیر میشد که راست تو نه خاک به زبون اگه موتر بالا یک تیر میشدم میموندی وقت چه کار به خاک بموره. من به شما میگم فقط به من پول بیاریم من بمر من زنده با من بچی کارا چی کار دارم؟ بابا مردم بعضینا بیخیر شده خیرات نمیده چه کار کنی؟ خیرات نمیده. سه کنیم بر دو نفر شما چی میگم پیش بیایی با پیش بیا نزدیم بابا پیش بیا استاتو به هر دو نفر شما سعی کنیم چی میگم تا شما اگر پول نبردیم امشب شما رو به خونم راه نمیدم اگر شما رو گرفتم هر طور بهم دیوال میزنم. بابا خود با پا و دستان زهری گیره هر کاری میکنی کمی داری بی خیرات بده نمیره چه کار کنی؟ میگه برای کار کنیم جوانای شدیم تنها شما به زیر خاک شی. آخی به شما میگم دمی که کسی نمیبینی خوری تا کنی میته یک خور کج کنه که بگی بیچاره میو بیا به شما خیرات بده. بابا امیت 30-40 سنتی امالی با کجماج ما میریم بروت با ما بدم خود نمیرم. آخه خیرات نه پول نیه نونم نیه بریم به هر طرف که میریم من فقط از شما پول مایم مردون پر شما میگم فقط پول بیاری ما کار ندارم فقط پول بیاری. خلاصه گپم به شما بگم حالا کم وقته بریم تیزه کرده. با پس برات خوب بری؟ پس با کجا میری؟ میریم به خونه که نگاه خوشیم؟ نه خب بابا جیگر پیارم نمیدن دیگه یک سوری با ما یادیم یک کار کسی بیدنگی با ما برات این گدهی هم شده شکلی. یعنی تو از کی بیتری؟ بابا شما یک دقیقه گوش کنی. شما میگیم بریم به جلو موترها استاچی برفتون جلو موترها استاچی دمیتا بوزه موترات دیگه تا شدن به قول مقال شدن با برفتون موتر دیگه امیتا خوبون دختون برای راهنمای بشکی خواهدی دیگه چی بیتاشه 1 پنجی به من دادم 1 پنجی. خود چرا به دیکونا نرفتیم؟ دیکونا که موتر نبوده که بغزنه بالا شما که بستکیم یا پس شیم. چرا دروغ میگیم به من؟ سعی کنیم بر دو نفر شما چی میگم؟ همالا کمان روز وقت ساعت 1 بجه روزه بریم تا آزان شم که تاریک شد هر کدوم شما نفر 2 ساعت 2.5 ساعت پول نوردیم به خونه نیاییم. بابا داره بر باشه برسیم که باید نمیدم بر داره خودمو بزنه غیر دیگه نمیدم. بابا جان اگه به تا سرک نمیشه موترها نمیشه با دیکونا بریم با دم سرها بریم گریه کنیم زنکا خیرات خیلی میدم. بیا
مکن ما کار ندارم پول نیاریم نونم نیه بیا ما دارم پیش مکن سعی کنی که چی میگو دادم افطار میریم به تا شهر هر جا که دیدیم کسی افطار میکنه خور به زور تیله کنیم همینجا که شکم شو بستر شه شکم گوش نه به سرا نیاییم که نونم امشب نیه پول 100% بیاریم که اگه نوردیم مگر به تا کوچه خوشی خیرات نمیده شما از کی میمونه خانه به کجا داری میمون چومه ترلالالای 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 لای ترلالالای 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 لای سر داشق شدم روی تق قربان چشمی سیاه داری بمیگیلا شنینی لیلا جانجوره خیلیت چیار هستی اول خوبه چی گفوه جانجوره کجا میبری میرن دیگه مونده شدم سرا گیلا گپ پازی بزن برات که چند کار کردی که مونده شدی میگی میرم با خونه خوب امرو چری نیست چندی چری نیست همی بچه عمر چی قناق گیری که از صبح تا باشم برم گمم نماشم هم یا 10 روپیه 15 روپیه میگم با ما کسی خیرات نمیده تو کجا پیدا میکنین رو خوب کردم با من یاد دی چمفل داره گیلک جو اشته چمخم داره با من بگو که من بزنو یاد دم برار خوب کردم ما بمونم با سکو گیلک جو به مسیری که تو بری من اونا رای نمیکنم برار خوب کردم فقط به من بگو که من بزنو یاد دم به خول باور بگو که اصلا دست از اینا برستونم من نمیفهمم که اینا چی مرگ قبرستون گیری که اصلا اینا کار کرده نمیتونن برار جو سایکاتو ما با تو بگم چمخم داره گفته دمن دل به باغ بال بلبل اگه گل باشه رنجی مردم خونه و هم تکبرار موتر که میای خوب تو فکر کن موتری لیلا خوب بگو من موترم خوب اینجا که چراغا همی سرخ و سبز نمیشه که مستکم پشت سرم بگم هم یک بار براره که طور دیری مرد دیری برارم یک بار میتن خور من نزمان بالا همی موتر بم جلوی همی موتر لالا هر چی که مرتکه چیز آخر مرتکه میتن تشون من تلنگ داد بفتانم به زمین بگریه شدم لنگ عزیر ماما بگیرید تو ماما نیلیلا لنگ مرتکه نمیتن محکم بگیرید تو گردانم و بعد گفتم ندی لنگ تو میجیام گویار برادر آنه به 4 دست پا به تو آدم سلام بگیر پوله برو که رنگ تو دیگه نبینم چه میکنه که 4 تا دهیه یعنی تو بذارم چراغا سرخ استاد میشی چراغ سرخ دیگه چراغ سرخ دیگه برار به دیکونا که میرم که این حال ما وقت آمدم فهمیدی حال وقت آمدم به خاطر از این که لانه میگو تک بیا که بری بطورای کنم مثلا خوار خوب که ما چی خوردنی داده چی میده با ما میرم بیارم با دیکون که نمیرم برار دم افتار هم که ما یا آزان ده برار مردم همه به دیکونا خو میشینه گردانم و بعد بوشی برفتم به تعمی دیکونایی که دوانه میفریشم بشیستم مرتکک شوربا بتیار کردی بیدک ای تکردم برا گفتم دیشب تا صبح گشته بیدم لالا مرتکه دیلی بشه خیلی گو بیا بخور نونه بزدم چوارم گلاس برختم بشه میدم برا حرکتو دارم برا حرکتو دارم همون ده خورمان بمیده اینا رو من کیسه خود بدنم دیشب غره که دیگه مرتکه گفتم برو جوان دل ما به تو بشیخی یعنی ایته چم و رامه ایته میرفتیم یا ایته میرفتی به سراخو یعنی گیلک هر روز همی 400 400 به گیل تو میای ها گردان من باش همین جمعه برفتم به کجیرگاه شریف به اونجا یعنی روزا جمعه دم زیارت ها میری اینگیره که بچه ها تو چی بکنه به خدا اینا بچه ها میبینی اینا نون پرز میدادم تا هندی کار کرده باشم مدر مگه تک شما را که 1500 روپیه شده به اونجا گیلا نمیشه چند روز این بچه ها مرن خود خوبی بری یاد دی بزینو شهر اونا خود ما باشم به من پول نمیده تو بیا یک دفعه بیا بله گیلا گدی تو تا با کازرگاه اشته میری تا کجا؟ تا با کازرگاه با خوجا صاحب که میگی میرم اشته میری تو دیونه میام به دامی ریشلی خوب بفهمیدی موتورا کتک نمیایه یک بار خودم 2 میل تکو میکنم موتورا بربوریا غیر بربوریا از این دکا خود تکو میکنه میرم به دام فسفتیات چیه؟ کوم استفیا فسفتیات ادم فسفتیات هم برار
خیلی موتر ای بر میره برادر که تو دارم به اونجا هم خل تکر میکنم بالاخره میرسونم خور به زندگی و شخور میرسونم اونجا روزا جمع من یه براد یعنی تا به اونجا هم که میری کرایه نمیدی دیگه؟ نه یک گریپی از دو سرم میتونیم خدا چانس طالب بده. تو نگاه کو من 2 تا بچه نوجوان دارم. اصلا میگم کسی با ما خیرات نمیدن. یک آدم ساده بیعقل میگم روز 4 ساعت 4 نیم ساعت ریپه کار میکنم شما شکم خسر میکنم میرم با خونه خود. شما چی مرگ قبرتون گرفته؟ باز اشتن بچه خاله اختیار هستیم خیلی سلامتی چی گفت اشتن خاله ما بچه خوبم شکر سلام میرسونده. کجا بودی کجا میری؟ به سرا بودم میرم تا سرا می دوماد بیعقل خو. چی رقم عباس؟ گفتم به سرا بودم میرم تا به سرا می دوماد نادون خو دوماد نافهم خو حساب من خیلی خراب الله رمزون خیلی چرا عباس البته من خور بزده نورالله نه رمزونو گپ نیه معامله نیه همین دوماد من نورالله به گیپک و کجیر صبح خیلی بیدار میکنم میگم بریم با بازارا خور به دست پا مردم بندازین موتورا مردم بالاشین شیشا موتر مردم بزنین سنگ بردارین که یا میشکنیم یا پول بده هر کار میکنیم و کار دارم ماشون که بریم ما پول بیاریم خودی هم تنه خود به بیغیرتی کلون که درست تاشون تعزیق کوچه میره قد هم مثل رزینا دوزدا میمونه. یعنی منظور تو اینه که نورالله دوماد تو به بچه ها خو میگه شما بریم به بازارا گدایی کنیم به ما پول بیاره گدایی کنیم میگه گدایی میشه مردم به سرکا شیشه پاکو هر کار میکنه خور به جلو موتر بنداز هم بالاخره خور میکشی و میزنی هر کار میکنی پول بیاد حالا که کجیر گیپک بیاد به سرا اومد گفت تگمانه ساعت 1:30 بجه شده ما کار نکردیم مونده شدیم بیایم مثلا ما پس رای کرده که بریم تا به شوم مثلا نیای و افطار هم خور به دیکونا سیر کنین افطار کنین با بسرا بین گوشنه اگه بیاین شما مغزا بزنه که باد کنین بچه کار کنه خود من یک چیزی به تو بگم بچه خاله همین دوماد تو نورالله اعمال چیزی ور نداشته باشه به خود کم هر چیزی ور داشته باشه بس بچه خوب از ظلم نکنه آیی عکس العمل آدما معتاد میتنه که میگه فقط شما خور به زیر تلر هم میکنیم شما فقط هم تا اون شما پول باشه بیاریم به ما بدیم که من خرج کنم خودی هم تاشون اینجا یا به تعضی کچی یا بیکار به خود میگرده یا به خونه تاشون خوه کاش که بچه های داشته باشه که قط و وزن داشته باشم نصف آدم هم هر کدومه از فکر خود که گله میکنه که کار کنی یا نکنه خود تو بیکار تعضی کچی خب بگه غیرت که پول تیاکو برای تو کار چیزی تیاکو که برم همجا کار کنه کار نامعلوم باشه نه که روز تاشون خودی مردم هفته کلاب باشن که تو با ما پول بده ای بچه خاله چی بگیم لا رازون حالا میرم خودیم گپ زنسه کنیم تاشون بری بگی نیه او امو گپ خود خور میرم بریم میگم من نورالله میشناسم خاله کار نمیموره خاله کار تنه خور به خاک نمیکنه پیدا شو سرک کنگی دو داشتنی؟ اشتن خود بخیری شکر زنده باشین میگم چند کلیه برای شما میگم شرط ناراحت نشین ناراحت هم که میشیم ناراحت چیم ابدی ناراحت چیم بفهمیدیم تو مادم هستین احترام شما رو هم دارم بفهمیدم خیریت هست چی گفت چند کلیه رو شما میگم نکنین همین کجیر گیپک خب بیامده به صدا گریه میکرد که ما رو پیار حضور رای میکنه با بازارا که برین شما گدایی کنین خود به دستفا مردم بندازین شیشا موتورا مردم بشکنین بزیر موتورا کنین خود به ما پول بیاریم شو میشه ما پول بیاریم ده افطار خود بندازیم به دیکونا مردم خورسه کنیم بیایم مثلا راست میگم اینا به سرا شما چی مرگم هستم با خیلار من رای کردم به شهر که اینا برم کار کنم به سلام هیچ مرگ نماستم بیامدن که شکایت کنم از شما نکنین روی شما خدا ببینه کار خوبی نیه ظلم میکنین شما سر بچا خود چی ظلم میکنم کاکا چی ظلم میکنم نمیتونم کار کردم چرا نمیتونم مجبورم اینا ازم حال به زیر کار کشتشم که صبح لاغر صاحب زن خونه میشم بتونم لقمه نونی به دختر مرتکه پیدا کنم نه مثل تو اله میتل لدر بری بگردم من لدریم ها دیگه خرج 1 سال شما رو دارم مادام هستیم بیایم مثلا بیایم بچا خوری نکنیم سن تو چی میگم بچه‌ها من اختیار خدا رو تو حالا نه ببین کلانتری نکن
اختیار خود کدری داری ولی اختیار از اینه که واسه بچه خود بره گدایی کنی برو یکشون تخمو بر کدومی یکشون تخمو بست و جشتی اونا ریکو بزرگ کار کنه پول حلال در بیاره. چرا اگه گدایی کنه عیب داره؟ عیب داره ولی یا چه عیب داره؟ مجبوره اونا از اگه دست خود پیش مردم دراز کنه کلونش هم دست دراز پیش مردم نکنه میکنه اگر خیلی خورزاده خوردیش داری تو برو جمع کن خلاصه گپ من نون مفت نمیدم مجبورم کار کنم پول بیارم بعد از اون ما برین نون میدم هر دوتون خرجونم بدم خرج خود پیدا کن اگر من کار نکنم که امروز اینا نرم کار نکنم مثل تو برای میته ولگرد میشن تو باشم از این کوچه به این کوچه ولگردم نیه دیگه چه کار میکنی اگر گوش نمونی به غیر از این درس تو دیگه چی کار میکنی تو دیکونی داری نه سرکار میری نه مزدوری میکنی نه تو با شما دستات به کیساتون پیش از میشه اختلاط پیش از میشه اختلاط شکر خدا خرج برای حواله کرده اگر شما گوش نمونید میای خرج نه شکر جمع باشین ولی کدی خوب نیه بیا مدی طرفداری خورزاده ها خور میکنی طرفداری از اینا نکن طرفداری خود خور بکن 100 نفر مای خرج تو را مال بده من شما میگم کدی نکنین که خوشمون میشه من شما زبون به می گپ یاد میده